سلام مجدد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. لایو 1 ساعتش تموم شد و اینکه دوباره لایو رو استارت زدیم و اینکه خانم قریشی هم هنوز هستن پشت خط. من ببینم که دوستان رو دوباره میتونم اد کنم توی لایو یا نه. اگر هستید برای من یه کامنت بذارید من ببینم. قبل از این لایو 1 ساعتش تموم شده بود. من موریا هم بیارم و جناب آقای ایران دوست که امیدوارم بیاد. بچه من لایو ها رو سیو میکنم، میتونید ببینید بعدم با سر تحلیل و آنالیز بکنید، چون میدونم بعد از این لایو تیک های مختلفش میاد توی اکسپلورر و جای مختلف. فقط سعی بکنید که کامل ببینید، چت سوء برداشت بشه داخلش. خب آقای ایران دوستی من نمیبینم اومده باشه تو لایو، ولی خب خانم قریشی بفرمایید بگید. احتمالاً آقای ایران دوست هم بفرمایید. نه خواهش میکنم، داشتم در مورد پلیس صحبت میکردم. این که من بخوام آرامش بگیرم، بتونم دو تا رفیقامو پیدا کنم، 2 نفر حمایتم کنم. ببین من روزگار بدی رو گذروندم، نمیتونم بگم خدا سرشون بیاره که بفهمم من چی کشیدم. واقعا خدا واسه هیچکی نیاره. و اینکه نرفتم، بله واقعا از بدبختی این آدمه بود. واقعا اینم بهتون بگم، یکی از دلایلی که نرفتم هم این بود، چون طرفدارای خودشون گفتن بیا ببریمت شکایت کن و من گفتم که انقدر حالم بده واقعا نمیتونم. اصلا من فقط میخوام برم تو خونه خودم، که بعد دیدم ایران نمیتونم برم. بعد مونده بودم کجا برم، گفتم که من برم دبی، حداقل یه جا فقط برم. یعنی شما نمیدونید من با چه شرایطی تونستم برم دبی. پرواز نبود، فرودگاه اسیر شدم، چه بلاهایی سر من اومد، چه آبرویی از من رفت. از اینا اون گوشی بگیر، حالا تماس بگیر و نمیدونم پاسپورت رو بهشون بده، حالا برو این و برو اون. به کلی داستان داشتم واقعا و بدن من خون داشت از پای من میومد. میدونید اصلا خجالت میکشیدم اصلا که بخوام به کسی حرف بزنم. بعد شما نمیدونید تو اون لحظه من تو اون لحظه افسردگی و حال بدی که داری و زندگی 20 سال زندگی تو از دست دادی، بعد الان من برم شکایت کنم، بعد 4 نفر دور برش بیان ترکی حرف بزنن بخرن یارو رو. میدونی این چه منظورم چیه؟ بعد چجوری ثابت میکردم وقتی گوشی منو برداشت؟ میتونستم ثابت کنم من اینجا بودم کتک خوردم، ولی نمیشد، چون من گوشیم که عکس و فیلم و فلان و این حرفا از اوایل و اس ام اس هایی که این آدم داشت و التماسا و داستاناشو همه رو انداخت تو آتیش. بعد از اون 4 تا دونه عکسی که من دارم طرفدار خودش گرفت و توی لایو توی ویدیوی خودم گفتم، من به دوستم گفتم عکس بریز. بله بچه اون دوست من کمکم نکرد، حتی به خانواده من نگفته بود. چرا؟ چون میترسید از این آدمه. چرا؟ چون با این آدمه در ارتباط تلفنی بود، میترسید. حالا ترسش از چی بوده خدا میدونه. به همون دوستی گفتم که ایشون داشت گفت فکر دختر دایی منه. خب و بین اینا چی گذشته، عکسی رد و بدل شده، عکس نودی رد و بدل شده، عکس داستان چی من نمیدونم. اونم به من کمک نکرد. خب داستان اینجوریه، یعنی اونم حتی به خانواده‌ام نرفت بگه که آقا این گرفتار شده برید کمکش کنید، چون خودش باش گیر بود. چون اون آدمه 24 داشت با این چت می‌کرد، 24. خب و کلی از دهن من دروغ گفت. کلی این کاراکترن آدمیه که دخترا رو به جون هم میندازه. مثلا سر همین بیبی اونم دوست منه، همین داشتم میگفتم بهتون. یه قصه رو ساخت، یک داستانی رو ساخت که دخترا حسودی کنن، جنگ کنن سرش که این بیاد یه قصه بنویسه، ولی چون اون شعر توی کل اون آلبوم دروغه. خب تنها چیزی که تخیل خودشه اون شعر است، چون چیزی که میخواست بشه پیش نیومد. این دختره با من دوست شد، بعد به من یه سری حرفا رو زد، حتی اون یکی دوستش اومد گفت ما مثلا ستایی با هم دیگه مریضی گرفتیم از یه نفر و فلان و فلان، تو رو خود ما هم میخوایم از اینجا بریم که این وقت سراغ ماها نیاد فردا مریض شه، نمیتونیم بهش بگیم ما مریضیم، این فکر میکنه ما تو قرنطینه ایم. خب یعنی انقدر با من دوست شدن و من نمیدونستم واقعا چی باید بگم به این دختره.
و اون روز من فرداش که اینا خوابیده بودن، فرداش ساعت 2-3 ظهر بیدار شد و میدونید که قانون هست که تا وقتی ایشون از بیدار نشده کسی از اتاق بیرون نمیاد، همه بیدار باشن تا اتاقشون بمونن، چون میترسه که مثلا کسی کاری بکنه، همه تو اتاق میموندن. این اومد رفت پایین، صدای کفشش من شنیدم، رفت پایین. قبلش هم من بیدار بودم، این دختران بیدار بودن، اومدم بیرون یه ذره با هم دیگه حرف زدن، پچ سر گوشی. بعد اومد بالا گفت به من که چرا نمیای پایین؟ گفتم که خب من بالا نشستم. نه چرا نمیای پایین، چرا دوست من تحویل نمیگیری، چرا فلان دو تا زد تو گوش من. بعد رفت پایین به اونا گفت نمیدونم شما فلانی، شما به اما یه ذره فوش و فلان و این حرفای الکی، دعوای الکی و تشنج ایجاد کرد. دوباره اومد بالا شروع کرد از ساعت 3 منو زدن تا ساعت 5 بعد از ظهر تلفن کرد به اون دخترایی که انداخته بود بیرون شب قبلش که برگردین 3 تا بلیط بگیرم، شما اینم بردارید برید ایران. به من میگفت تو باید بری ایران که تو رو بگیرم بکنن زندان، خار مادر تو یکی کنم. من اونجا آشنا هم دارم و داشت واقعا هم داشت. یعنی چند بار با یکی از اینا پسرای آقازاده ها که قبلا تحقیق شده بود صحبت کرده بود. خب حالا فامیلشو نمیگم. بعد به اون زنگ میزنم که بکنن تو خار مادر تو یکی کنن این حرفا. جناب فردین ساعت شد 5 این دختره گفت ساعت 8 شب دختره با چمدون اومدن و من همچنان داشتم کتک می‌خوردم. خب بابت اینکه چرا دوسته من تحویل نگرفتی. خب من اصلا چه چیزی میتونم واقعا بگم، فقط الان بخندم. من بابت تک تک این روزا، بابت تک تک این اتفاقی که خواب بودم، تو خواب میومد تا طبقه بالا، تو اتاقی که من داده بودن منو تو خواب میگرفت میزد. ببین من الان بیام بگم چی بگم، خدا ان شاءالله سرتون بیاره تا بفهمید من چی کشیدم. نه حالا باور نمیکنید نکنید، چیزی از من کم نمیشه، شما باور کنید نکنید. هدف من بیادبی بود که ایشون کرده بود تو بین مردم. من باید از خودم دفاع میکنم چون قاضی شده بود، مردم قاضی بودن و الان مردم قاضی هستن. خب من موظف بودم بیام. حالا خدا خواسته طبیعت به قول خودتون چیده شده کنار هم دیگه. امین فردین بیاد بره، حالا شماره هاشونو داره، نفوذ داره، رفیقه، بره بفهمه که آقا این موضوع داستان صحت داره یا نه. من حق داشتم از خودم دفاع بکنم، اومدم دفاع کردم. از این با این تفاصیل از این دعیش میشه فیلم اره 6 رو درست کرد، اره 6 و 7. ولی ببین نکته که وجود داره، ببین سوالی که هستش این که واقعا تو نمیتونستی از اون خونه در بری یا مثلا ببین مسئله بهتون بگم چی، در بری و فلان و این حرفا. خب دیگه میگم که من در جریان نبودم که چرا میتونستم در برم. خب میتونستم در برم ولی تو شهرک گیر میکردم. چرا؟ به خاطر اینکه در ورودی اینا همه آشنا داشتن، کنسرت گذاری به همه پول داده بود و آشنا بود. یه تلفن میکردم میومدم میگفت این دزدی کردم، من میومدم میگرفتم و میگفت اینا رو تهدیدایی بود که منو جلو میکرد. خب که یه بار حتی برایشون گفته برو دم گاف صندوق من این دختر طرفدارا رو ببر نشونش بده پول برداره. من جز میزدم که من دست به گاف صندوقان تو اتاق تو نمیرم. گریه میکردم، گفتم فردا میخوای بگی من دزدم، من نمیرم تو اتاق تو. خب که به طرفدارش گفتم فیلم، من که گوشی نزدم، فیلم بگیر از بیرون اتاق. فیلم گرفت، گفتم حالا با من بیا تو، بیا این گاف صندوقه هر چی میخوای برو بردار. خب دختره گفت چرا؟ گفتم این فیلمو نگه دار به خاطر اینکه فردا این میاد دیگه سرپوشی از گاف صندوق من چیز برداشته، تو هم میشه شاهدش، بیا این ویدیو رو بگیر. داشته بعد حالا مثلا عقلم کار نمیکرد آقا این ویدیو رو شاید فردا پاک کنه اینو به این انگو بزنن. اینقدر مغز من درگیره حال بد این کارایی که این با من کرده بود. میدونی منظورم چیه؟ و اتفاقات از این قبیل. حالا خیلی هم به نظر من دامن به این قضیه نذارید. حالا یکی باور میکنه یکی نمیکنه اهمیتی نداره. آره این خانم باور نکرده هیچ اشکالی نداره، یه روزی باور میکنه یا مثلا چه میدونم به هر حال 4 نفر دیگه باور کردم. من مهم این بوده که دخترها بفهمن این بچه‌ها دخترای مثل گل به جان سحر عین گل بودن. می اومدن اونجوری کتای دست و پاشون میلرزید. من هنوز یادم میفته حالم بد میشه. من هنوز باهاشون تلفنی صحبت میکنم، زنگ میزنم میگن سحر جون به من کمک کن، واقعا قلبم پاره میشه. یعنی پاشون گریه میکنم. همون قضا البته اونجوری که حالش بده حرف میزنه من بابتش لرزیدن صدای این بچه گریه میکنم. حالا 2 نفر با
آخه جالبیش اینجاست که این اتفاقات برای یه دختری مثل سحر قریشی افتاده. سحری که بالاخره ما چندین وقت با هم دیگه همکار بودیم، همکاری سینمایی داشتیم و به قول معروف یه لات تمام معناست و به قول معروف یه بچه فقیر رو تو خیابون میدید سحر چشمش پر اشک میشد، چون که سحر فول از احساس با شما کار کردم. حالا شما حالا سوای همه این داستانا ما با هم کلی تایمایی که آف بودیم نهار می‌خوردیم و اینا کلی با هم میگفتیم میخندیم درزه می‌کردیم رفاقت داشتیم خاطره تعریف می‌کردیم. من یه بچه لات هم که این اتفاق برام افتاده دارم میگم برای همچین لاتی مثل سحر من همیشه میگفتم داش سحر بهت سر صحنه میگفتم داداش کو صدات میکردم میگفتن سحر داره نهار میخوره، ولی میگم اون دیوس تونسته با تو یه همچین کاری رو بکنه واقعا. خب آقای ایران یه گوشمالی بهش بدید. من از خودم بیشتر میترسیدم تو اون خونه. فکر نکنید من از این آدم میترسیدم، اصلا این آدم ناراحت این بود که چرا من ازش نمیترسم. خب میگفت چرا وایسادی، خب چرا دفاع نمی‌کنی از خودت دارم میزنمت. به من اینو میگفت چیه چرا دفاع نمی‌کنی داری کتک می‌خوری چرا دفاع نمی‌کنی. من به خاطر اینکه من از خودم میترسیدم، چون اگه من یه دونه چه میدونم والا یه هولش 100 تا ملق خورد، یعنی اگه من می‌خواستم یه گلدون تو سرش بشکونم میافتاد میمرد، این آدم میشد اسطوره. خب میدونی منظورم چیه؟ من میشدم معقول جهان، این میشد اسطوره. یعنی من هر چی تو سر کله این میزدم این درجا میمرد، چون 1.20 قدشه کلا 40 کیلو 50 کیلو وزنشه بدون هورمون. با هورمون که هورمون میزنه میشه 70 کیلو باز. خب من یعنی چیزی نبود که من نتونم اینو بزنم یا نتونم دفاع کنم از خودم، ولی اون قرصایی که من میدادن من لش میشدم. من نمیدونم من چه قرصی دادم. والا قرصا آبی، یه قرص قرمز بود یه بار داد، بعد دیدم بیهوش شدم خوابم پرگابالینه، پرگابالین میدونم به جان سر هنوز اسمش چیه. قرصای سفید بود که یک قرصه آقای فردین انقدر قوی بود که من نمیدونم 1/4 رو میداد من بودم. 1/4 چجوری فهمیدم؟ همون 4 روزی که آب و غذا به من ندادن طبقه بالا که خانم آقای صلاح اومد بالا گفت چرا این شکلی شدیم، گفتم 4 روز آب و غذا نخوردیم. خب حالا الان میگم ما رو وارد حاشیه نکنید، وارد حاشیه هستی. خب تا میگه نه من زنم بیاد کجا شهادت زن منو بگی بریم زن من مریضه زن من فلان. اوکی ما زن تو بریم ما همه رو بریم ولی به کسی نداریم. خب ولی در کل این اتفاق افتاده. خب این اتفاق افتاده و شما شاهد بودید. میوت می‌کنید صداتو لطفاً؟ صدات کم بله نه باشه چی شده امین چیه؟ رو میکروفونت اگه همیشه بزن میوت کن، جایی که می‌خوای صحبت کنی صحبت کن، صدای باد میاد یه مقداری اذیت میشیم ما. اوکی بفرمایید. بفرمایید. حالا اگه سوالی هست هر سوالی هست بفرمایید. آره سوال که من تا صبح سوال دارم خدمتتون بپرسم ولی میخوام بچه‌ها خسته نشن چون خیلی ماشاءالله شب جمعه اینا هم از خسته میشن اینا، ولی خب سعی می‌کنم که حالا سوالاتمو خیلی تندتر ازتون بپرسم. ببین اون روزی که تتلو لایو گذاشت من خودم لایو شما رو دیدم، خیلی خوشحال و شاد و شنگول اومدی تو لایو، یعنی نگاهت هم یه نگاه عاشقانه به قول آلمانی‌ها ایشلیبدیشی بود و یعنی عاشقتم و اینا و نمی اومد که مثلا شما اختلافی با تتلو داشته باشی. البته من شنیدم از بچه‌هایی که اونجا بودن که شما قبل از لایو گویا کتک خورده بودی، گیریم شده بودی و اینها، اما خودت قشنگ میشه توضیح بدی که چه اتفاقاتی افتاد توی اون لایوی که بود، چون لایو همه چیز رو گل و بلبل نشون میداد. آقای فردی شبش نبود، دیشبش و صبحش این اتفاق افتاده بود و صبحی که بعد از اینکه یعنی بچه‌ها میگفتن این نسخی تراش بده، خودشون دخترها میگفتن و من نمیفهمیدم نسخی ترا یعنی نمیدونم افتر. بعد میگفتن که این صبحش بد میشه، خوش صبح نیست، این یکی دو ساعت دیگه یه ذره شیره بخوره یه ذره فلان شه گل بکشه اوکی میشه. خب اینو من تایید میکنم اینو نمیدونم
نمیدونم دمشون گرم اگه مادرانه واقعیت گفتم. بعد من میخواستم دائم برم، یعنی هر کلمه حرفی که میشد میگفتم تو رو قرآن من میخوام برم، بس دیگه من بستمه دیگه، هر کاری میخواستی کردی، من هم ممنوع کارم، هم ممنوع خروجم، پاسپورتم و اینا رو قطعا میگیرن، هم نمیدونم دفترمو از دست دادم، هم زندگیمو از دست دادم، حالم بده، فقط میخوام برم. گفت میخوای بری؟ گفت فارغ یه لایو میگیری، اینجوری که نمیذارم بری شکایت نکات کنی فلان کنی، یه لایو میگیری این آدم میای تو لایو روسری هم نمیخواد سرت کنی. گفتم که مثلا روسری نذاشت سرم کنم تا دقیقه لب لایو. خب یعنی حاضر بودم بدون روسری بیام لایو بگیرم فقط برم. خب و بعد دقیقه 90 دید من حالم بده، صورتم اشک داشتم میریختم، آرایشم کرده بودم که ریمرم نریزه دیگه، صورت ماتم قشنگ، اجازه آرایش اونجا ممنوعه، اگه این خانم اونجا بودن قطعا نمیدونم ایشون تایمی که بودن شاید سلامت بوده اون آقا، ولی میدونن بچه‌ها که اونجا رفتن که آرایش ممنوعه. بعد گفتش که برو آرایش کنم فلان، آرایش کردم همون دم لب لای و من اشکام بریخت، مواظب بودم ریملام نریزه مثلا به هم بریزه آرایشم. بعد گفتش که یه ذره صحبت کرد، بعد گفت باشه بیا پتو منو بنداز سرت، دیدم بدون روسری نمیخوام بیام، پتو رو بنداز سرت. پتو رو داد و من بازیگرم، قطعا مشخصه که بازی میکنم جلوی مردم که نفهمن چی داره به من میگذره، چون من واقعا نمیخواستم آبروم بره، میخواستم آبروداری کنم تا دقیقه 90. خیلی زشته واسه من که بیام بگم آقا من فلانی ام، 20 تا سابقه کار دارم، نزدیک 100 تا فیلم سینمایی نقشه یک بازی کردم، اینقدر طرفدار دارم، اینقدر محبوبیت دارم، حالا از یه دونه اردک کتک خوردم. ببین چیز قشنگی نیست، این آدم منفوره، اصلا محبوبیتی نداره که من از من محبوبیتش که بیشتر نبود که بخوام بیام مثلا طرفدارای اینو بخوام یا داستان اینجوری که این خانم ایشون نظر ایشونه، اصلا همچین چیزی وجود نداره. من اون مسلم کردم اومدم به عشق این که لایو تموم شد، من صبح فرودگاه و آقای صلاح‌پور چیز داشت برای من، یعنی بلیت برگشتن باز برای من داشتن، من حاضر بودم برگردم ایران با تمام این اتفاقاتی که واسم افتاده. خب نشد، یعنی این اتفاق نیفتاد. بعد از دیدی که چند ثانیه بودم بعد از لایوم که تازه من چند ماه دیگه موندم، یعنی تازه تتوامو بیشتر کردم، تمام چرا موندی؟ اصلا اصلا گذاشته بودن رو سرت بمونی بعدش چه چیزی خب ببین چرا موندی که مشخصه چرا موندم. من هیچی مدارکی نداشتم، هیچی نداشتم، مغزم کار نمیکرد. بعد میخواستم برم نمیذاشت. بعد به آقای صلاح‌پور گفته بود که برو 2 تا بادیگارد بگیر. آقای صلاح‌پور 2 تا بادیگارد، یه دونه در این در گذاشته بود، یه دونه اون در گذاشته بود که من فرار نکنم. یعنی بیرون خونه یه خانم ترک این ور بود، یه خانم ترک هم پایین بود. به اضافه این که من اگه از اونجا میادم بیرون به هر دلیلی خب میومدم بیرون نمیتونستم با اینا صحبت کنم، توتی بلد نبودم که. خب بعد تا کجا میخواستم بدوم، اینا 40 تا ماشین دنبال، یه بارم فرار کردم فکر نکنید نکردم، 3 تا ماشین اومد دنبالم، اومدن منو کردن تو ماشین. بعد این باهاشون نبود، یه جا پارک کردن، این از اونه که ماشین پیش منو از تو شیشه یه ماشین جلو کشید بیرون. خب دوباره منو گرفت زد و برد بالا. ببین من یه باری من این کارا رو که چرا مردم فکر میکنن فقط خودشون عقلشون میرسه. خب من خیلی مختصر با سانسور خیلی حرفا تازه اتفاقا رو تعریف کردم و از این قبیل اتفاقا. این که هیچ کس نمیتونه بزنم بگه تو چرا فرار نکردی، چون من واقعا تنها کسی که میخواست فرار کنه من بودم و نمیشد. من از اون برم دنبال این بودم که مثلا یه جا بری خرید بکنی، بری من صحبتی که با چرا ببین خرید چرا تو خود شهرک با خانم آقای صلاح‌پور با هدیه و دخترای دیگه میرفتیم، ولی مثلا با محافظت دیگه، یعنی فکر نکن که میتونستم اونجا در برم مثلا، نه همچین چیزی نبود، با محافظت کامل. 40 تا دختر دور من بودن، دستور از بالا رسیده بود، کارتشون هم میدادن دست خانم آقای صلاح‌پور یا خود خانم صلاح‌پور، خودشون نمیدونم یه کارتی دست خودشون بود، یه مال اون بود یا مال خودشون، چون که نداره کلا حساب بانکی نداشت تا جایی که تو وقتی من بودم هیچی نداشت، هیچی هم به نامش نمیشه چون پاسپورت نداشت و اینا هیچی نداشت. و میرفتیم یه رای میرفتیم و بچه‌ها همه یه چیزی میخوردن و میشستیم، همین. یعنی نگاه میکردم، یعنی فکر کنید هواخوری زندان بود دیگه. کلا شاید اتفاق
2 یا 3 بار افتاده تو کل 6 بعد ماه. اون موقعی که تو رفتی کنسرت، حداقل اونجا توی کنسرت یک کسی رو اونجا ندیدی؟ آشنایی، طرفداری کسی؟ آقای چرا اتفاقا طرفدارای من که زیاد بودن اونجا، ولی مسئله اینجا بود که ببین فضای دیگه شده بود. صدای منو خوب دارین یا نه؟ دقیقا همین سوال واسه من. میگم چرا سحر که انقدر لاته و به قول معروف تیزه، چطور نتونست اونجا به یکی از این خانمایی که اونجاست بگه این مرتی که منو داره نابود میکنه، موامو تراشیده، نمیدونم قرص بهم میده. جناب آقای ایران دوست همه میدونستن، تمام دخترها و پسرایی که توی اون گروه توی اون تیم بودن خبر داشتن، بلا استثنا. و اینکه ببین اونجا بعد از 6-7 سالشون خانواده خودش رو دید. توی بک استیج هم خواهرشون فیلم برداری کرد، مامانشون اومد دست به دست داد، اومد تو آرزوی خوشبختی کرد، نمیدونم این موضوع ازدواج شما جدیه و کلی سخنرانی کردن، خواهرش فیلم گرفت و اگر شما از دیوار صدا شدیدی هم منم صدا شدید. یعنی فضا این بود. و اون روز یکی از بد اخلاق ترین و حال بدترین روز زندگیش بود که دم کنسرت، روز کنسرتش بود و دائما دعوا و اینا بود. یه میکاپ آرتیستم اونجا بود. من به میکاپ آرتیستم گفتم وقتی که اتاق خالی شد داشت منو میکاپ میکرد، من اولین بار بود یه دختری از بیرون اومد ما رو میکاپ کنه. خب ببخشید خیلی شلوغه، من میشه بقیه میوت کنم؟ بله من کنم آقای ایران دوستو. خب دوباره خب بفرمایید. اوه رفت بیا بالا، چون رفتی پایین. اونجا یه لحظه اتاق خالی شد. یعنی دختر این خانمه یه دختر غریبه‌ای بود که میکاپ میکرد. به دختره گفتم تو تیم اینایی؟ گفت نه من میکاپ آرتیستم. مثلا به من زنگ زدن گفتم بیا میکاپ کن. گفتم میتونی به من کمک کنی؟ گفت بعد این منو میکاپ که میکرد من اشکم میومد، هی نمیتونست منو میکاپ کنه. گفت چی شده با اینا، حساسیت دارین؟ گفتم نه من حالم خوب نیست، میتونی به من کمک کنی؟ گفت چی؟ گفتم من میخوام این خونه بیام بیرون، اینا منو نگار داشتن. در باز شد دیگه، بقیه اومدن تو، نشد کامل به این دختره بگم، بقیه اومدن دیگه نشستن. دختره هی تا لحظه آخر منتظر بود که من به این ادامه حرفمو بزنم که حالم خوب نیست. ولی خب خانواده‌اش بودن، دامادشون، خواهرشون، همه اومدن و نمیدونم فاز خواستگاری و رسم، و حتی بعد از این کادویی به من دادن مادرشون. یه گردنبندی بود که یه کلید بهش آویزون بود و اینا که اینو دادن کادو به منم گرفتم. بعدش اومدم خونه دادم بهش، گفتم که این کادوی مامانه. گرفت از من گذاشت تو کشوش. خب بعد رفتم بالا تو. بعد حالا جالب اینجاست که بعد از تمام این اتفاقا، چیزی بگم حالا خنده داشته، بعد از تمام این اتفاقا، این حجم بی‌ناموسی تو یوتیوب که حالا من بیخبر بودم، بعد من اومده بودم دبی، این آدمه، این همه اذیت، این همه آزار، تمام این اتفاقای ریز به ریز و بو به مو هم چون خواهرشون اونجا بودن، مادر و خانواده در جریان بودن 24. خب فکر میکنی آقای فردین مادر ایشون چه پیغامی به من دادن؟ خوشبخت بشه عروس دلم مثلا؟ نه مثلا فکر میکنی که برای مثلا بابت به دلجویی یا هر چیزی چی به من گفتن؟ چه پیغامی به من رسوندن؟ چه شماره‌مو که نداشتن. از طریق همین دخترها برگشتن گفتم ما اصالتا یک به عروسی و پسرامون به عروسامون یه هدیه‌ای میدیم که دوست داریم عروسمون به عروسش هدیه بده. خب من اون گردنبند کلیدی که بهت دادم و پس میخوام، این مال اصل نسب ماست. خب اصلا جالبه. میگن آن کس که با مادر خود زنا کند با دیگران چه ها کند. این یادم داداش میگم درباره اینا حرف نزنیم. الان فرشته ها رو اعزام میکنن اینجا، ما تک و تنها فرشته هاشون رو می‌شناسیم. جانم ایران این مثالتون اصلا اینجا این مثال چیز نیست، اصلا اینجا نمیخوره به این موضوع. خب الان مثال چون که میگم رابطه‌اش با مادرش هم خوب نیست آخه. بد بود همش، بد مادر. نه ربطی نداره. مامان این آدم تو 60 سال سن، 60 خورده سال سن، به جایی که دلجویی کنه بگه دخترم من متاسفم که همچین اتفاقاتی برات افتاده، خب مگه من اون موضوعی که اون افتاده رو کاملا
مو به مو، چون دختر بزرگشون اونجا بود تو اون خونه. من جلوی خواهرش با من این کارا رو میکرد. خب و جالب اینجاست که ایشون کادوشو از من پس خواست. من اونجا لباسامو به این دختر طرفدار کادو دادم، گفتم بارمو سبک کنم، بعد کفش و لباس به اینا میدادم، بعد این آدم کادو من حرفمو پس چون من صحبتی که با دفتری کرده بودم میگفتش که من نزدیک فقط 40-50 هزار یورو برای خانم قریشی لباس خریدم، کفش خریدم، کیف خریدم. الله اکبر، همه جلال. چون رو عدد 50 هم گفتی، خب به خاطر همین گفتم چون رو عدد 50,000 تومان قفلی از قبل هم بوده سر ماجرای داداش این آدم $20,000 به من بدهکاره. اگه همه خرج کنیم بیشتر منو بده یا نه حق و اینا میزنه. ماری اون $20,000 تا رو من به تو میدم داداش، تو رو خدا دیگه من نوکرم. آخه زورم میاد، من خیلی زحمت کشیدم. تو قفل اون 50,000 تا بودی، برای همین من گفتم که اونو بگم و اینا. نه خوب کردی، بذار بگم. ببین این آدم اومد به من خودش قبل که بنویسه، قبل که اصلا به شما بگه و بسه که بنویسه اینا، گفت ببین تو از اینجا میری ولی تا پول من ندی نمیتونی بری. بعد زنگ به خواهرش گفت شماره کارت بده بفرست. شماره کارت فرستادم واسه من بابت $250,000. گفت ندی نمیذارم بری. به جان سحر میخواستم بهش پرداخت کنم، ساعت تایم اداری تموم شده بود ایران. موبایلمو گفتم بده من زنگ بزنم پولو برات بزنم. خب بی پول بود دیگه، 2 روز بعدش دیدی که کفشاشو گذاشت واسه فروش، پول نداشت که، پول نداره اصلا. بعد گفتش که آره خرج سر من پول از چطور اون اومده گفته که تو ازش $5,000 گرفتی. من نگم، من میگم $250,000. و اینکه حالا این فتواهایی که واسه من زده و حالا پول داده پول نده من، ولی من دیدم که داده، حالا خدا شاهده دیدم که پول داده و اینا به این تساعدیستا. آقا من اصلا تتو نمیخواستم بزنم، من میخواستم برم خونمون. خیلی جالبه این اتفاق. بعد من میگه تو بده کاری، گفتم باشه من میدم، گوشیمو بده. گوشیمو بهم داد که زنگ بزنم. بعد زنگ زدم به داداشم، جواب نداد. خب شماره ترکیه بود دیگه. اصلا زنگ زدم به وکیلم گفتم که سلام فلان. گفت خانم قریشی شما کجایی؟ گفتم ببین دکتر همچین اتفاقی افتاده، اینه من الان باید اینقدر به این پول بدم. بعد گفت خب شماره حساب شماره فلان، الان ساعت اداری گذشته، این پول دیدی که تو ایران 200,000 تومان بیشتر جابجا نمیتونی بکنی، 190,000 تومان. خب بیشتر میتونی ها. نه حتما باید یه سری تو گوشی 200 من میلیون منظورت فکر کنم. آره 200 میلیون تومان، ببخشید 190 میلیون تومان. آره 190 میلیون تومان بیشتر نمیتونی جابجا کنی. این داستانا اینجوری داشت. به وکیلم گفت برای چی کجا این خوب؟ این گفتم نه، حالا با گریه و با حال بعد اومد گوشیمو گرفت و همون موقع خواهرش مسیج داد به خط بعد شماره حساب فرستاد. خب حالا جالب اینجاست ایشون چه خرجی کرده. من تو ویدیوم تعریف کردم، گفتم که برای اینکه آدرس خونه منو پیدا کنه کلا یه چرتکه بندازه ببینه من چندم و اون داستان کلا بلیط و اون دختره بیا دنبال منو ببرن و اینا. و برای من یه هنگدرام فرستاده بود. خب که خواهرش رو فرستاد در خونه من، مادرم هنگدرامو بهشون برگردونه. این رفتار هنگدرامم پس گرفتن. زمانی که من داشتم میومدم، من تا 2 روز بود اومده بودم، نه قبل از اینکه بیام داشتم میومدم ترکیه بودم، داشتم دقیقاً 2 روز آخر داشتم میومدم بگو اسمشو دبی. یعنی من اون موقع فهمیدم قطعا زودتر بود دیرتر بود یادم نمیاد. رفتن هنگدرامو پس گرفتن که مامانم داده بود به لابی، گفته بود هر کی اومد گفتش که بابا کار داره اینو بهش بدیم بره، که داده بودن بهش. یعنی اصلا چیزی نیست. آره شاید به خاطر این گفتم که سر بون دبی چرش من برات بانک بخرم با قهری نبودش که اون همه کتک بخورم نگاش کنم. من چون نگاش نمی‌کردم، حتی هر کی نگاش هم نمی‌کردم، 3 جفت کفش خریده بودن، 2 جفت جوراب همون برند رو خریده بودن که مال اون کفشا اینا بود آورده بود. گفت آره پول یه مغازه رو دادم برای کفشات و فلان و اینا. گفتم خیلی ممنون. همین اگه منظورش اینا بوده دادم به طرفداراش همونجا. والا چیزایی که شما داره میگید بفهمید صحبت کنید شما. نه واقعا آدم سرش سوت میکشه. یعنی سحر اگر یک کتاب بنویسه در این رابطه فکر کنم از هیلاری کلینتون معروفتر میشه. من یکی از
دوستان هم گفتش که این داستان شما اگه ببری کتابش بکنی تو نتفلیکس پرفروت میشه. آره حالا بابا حالا در خیلی کل جالبه. خیلی آخه اگر جفتشون سوپر استارن، بله جفتشون هم سحر هم تتلو، جفتشون مثلا سلبریتی ان به قول معروف. و این جنایتی که یک سلبریتی برای یه سلبریتی دیگه بکنه تا الان فکر نمی کنم نه فیلمی ساخته شده ازش و نه کتابی تا حالا الان نوشته شده. سلام خانم جهانبخش، شما چی میگید؟ نظرتون چیه؟ چون شما خونه تتلو بودید کلا رد میکنید صحبت سحر. حالا توضیحاتی هم خانم قریشی داده بود نسبت به صحبتی که شما کرده بودید. نظرت چیه شما؟ من فقط در حضور وکیلم صحبت میکنم. بله بله خیلی وکیلتون هست تاییدم صحبت کنید، وکیل حاضر. دنیا راحت باش صحبت کن. سحر یه چیزی رو گفت، در جواب سحر چی چیزی دارید بگید؟ خفگی رو میگید؟ اشاره به خفگی میکنید؟ آره این خوش داستانیه دیگه واقعا. همه دنبال چیزی داره. خب به نظر من در مورد خفگی اگر که بخوام جواب بدم، خب آدم خودش رو خفه کنه خیلی بهتر از اینه که یه چرخ و فلک رو صورتش باشه. یعنی نظر شخصی من، حالا بس نمیدونم. یعنی اشاره داره میکنی به تتوهایی که روی صورت خانم قریشیه، درسته؟ خب من اینجا همینجا جوابتون رو بدم. دختر عزیز، من حاضر بودم از اون خونه بیام بیرون و نه، من آدم انقدر ضعیفی نیستم خودکشی بکنم. خیلی هم بچه قوی، بچه پرروام. حاضر بودم یه تتو چرخ و فلک کوف بزنم تو صورتت، بعد هر جا میخوای بری برو. من یه مارکی زدم بهت که هیچ کس باهات دوست نشه، هیچ کی سمتت نیاد. تتلو رو گذاشتم رود. حالا برو نگاه کن ببین تو اگه دوباره برنگشتی به این خونه. این بود داستان. چرخ و فلک که هیچ اگه میگفت چه میدونم اردک و قازم بزن، من اردک و قازم میزدم از اون خونه بیام بیرون. وگرنه من از شما بیشتر صورتم رو دوست دارم. من از صورتم پول در میآوردم. من حرفم صورتم بود و میبینی که الان تمام تن من خط خطیه. شما خودی دختری الان سر بیشتر پول در میاری، الان اسکارفیس شدی، خیلی خوبه. خیلی هم عالی. ممنون از خانم. خیلی توضیحات واقعا کامل و خوب بود. یعنی این صحبت خیلی از چیزها رو صحبت نکرده بود سرخانون تو ویدیو. ممنون که اومد و میگم امیدوارم که حالا توضیحات بیشتر هم من میذارم تو استوریا اگر باشه و یه بمونه. تشکری هم بکنیم از این 33,000 نفری که حدوداً 1 ساعت، بیشتر از 2 ساعت، من بیشتر داشتم تریبونم رو در اختیار قرار من بدم. دعوت بودم همین امین جان من یه چیزی بالا بگم. من یه چیزی میخواستم به دنیا خانوم بگم. از ببخشید اینجوری میگم چون دلم پر بعدش بهم حق میده از کثیفی این آدم. من یه مشکلی برام پیش اومد توی ترکیه و من بازداشتگاه بودم شب اولش. مشکل اقامتی داشتم که 1 ماه خورده. بله من میدونم، در جریان هستم. یه جایی بودم که دوست دخترتون تکست میداد به دوست پسر الان من. میدونم مشکلتون چی بود. حالا اسم نیارید ولی لطفا، چون دوستان هم آره اون موقع یه متوجه نشدم چی شده. دوست دختر بفرمایید. دوست دختر موری به دوست پسر شما پیام میداد. حالا ولش کن دیگه. چون یعنی چی؟ آخه نه یه چیزی الان نه شما توی زندان بودین، دوستای من دور و بریام داشتن کارتون انجام میدن. میدونم چه مشکلی واسهتون پیش اومده بود. خب میفرمایید. نه لحاظ وکیلی آره یه مقدار یه جوری بد نه تقاضای کمک. من میخوام اینو بگم. این امیر تتلو ویدیو کال میکنه با ایشون، میگه منم الان بهت مسیج میدم مشکل رو حل میکنیم. نمیدونم در جریان یا نه. بعدش مسیج میده میگه باید بیای پیش من، روحت نمیدونم از من میزدی به اون فلان میکردی، روح امیر تتلو باید بره. در اون چرت و پرتایی که همیشه میگه. از ساعت 7 بعد از ظهر خب تا 6 صبح داشته مسیج میداده. تک تک اسکرین شاتاش هست. چه چرت و پرتایی به این دختر گفته. برگشته گفته اگه نیای اینجا یعنی موریو گردن نمیگی. حالا این بچه دمه کلانتری دست و پشت داره میلرزه، چه اتفاقی قراره برای من بیفته و کلی اینجوری مسیج داده. فرداش که من رفتم کمپ دیگه دسترسی به تلفن هیچی نداشتم. شروع کرده موری جان
داداش به خانم دنیا حق بده که بخواد دو پهلو یا بزنه یا بخواد طرف کسی رو بگیره یا بخواد یه جور صحبت بکنه، به خاطر اینکه من برای شما گفتم، حالا خودش هم بدونه خیلی فیلم و این چیزا از ایشون به ما نشون میداد، خیلی چیزای بهش تعریف می‌کرد و ایشون هم پای ناموسش وایساده داداش. نمیتونی توقع زیاد از ایشون داشته باشی. کمان که اگه این اتفاق هم دارم به ایشون میگم هم مردم بدونن که این آدم چقدر کسایی که میان دارن خوشش خوار مادر میدن. به شما باید به دخترها حق بدی، به خانم‌ها حق بده. موضوع ناموسی موضوع خوبی نیست برای ماهایی که تو جمهوری اسلامی بزرگ شدیم. موضوعای ناموسی، تهدیدهای ناموسی، مجبور آدما بگن دشمن تو، بگن دور از جون، میگن سگی که پارس میکنن ببند، کیشتش نکن و چخش نکن. خب این دنیا جانم همین کارو کرده، اومده این آدم رو بسته رفاقت یا حفظ کرده بنا به دلایلی که خودش صلاحش رو میدونه و امثال دنیا زیادن، فیلم زیاده، داستان زیاده. اصلا دمشون گرم پای رفاقت موندن، اصلا دمشون گرم پای رفاقت موندن. فقط خواستم بدونید که ما چقدر دلمون پره. نه من از معرفت آدمای مختلف شنیدم، از این معرفتیاشون هم شنیدم. خیلی‌ها توی فضای مجازی جنس دیگه‌ای خودشون رو نشون میدن، ولی جنس قلباً جنس دیگه، یعنی یکیش خود امینه فردی. خب که جایی که پای حق باید وای میستاد، واقعا من تو دعوا بهش گفتم و اومد وایساد. چون ببین من صحبت کردنشون هم شنیدم پای تلفن، خیلی چیزا رو شنیدم. نمیتونی از ایشون یا دختر، خیلی از دخترایی که خود میدونیم به ما پیوستن، یکی از دلایلی که میگن ما نمیتونیم چی بگیم تو رو خودمون شما بگین همین موضوعه، میگن از ما چیز میذاره. بنابراین اجازه بده همینجوری تموم کنیم، خیلی بحث و داستان شخصی نکنه. حالا ایشون قبول میکنه نمیکنه، هزاران نفر میلیون نفر دیگه قبول میکنن نمیکنن، اتفاقی نیست. مهم آگاهی بود که ما داریم و ایشون هم که مهم اینه که ایشون هم کابل رو گرفته بابت یک کلمه من 40 دقیقه ویدیو داد و خدا رو شکر که این عقلو کرد که دهنش رو بسته خفه شده و بره کنار. امیدوارم که تغییر بده و بره سمت درمان شدن و حالش خوب بشه، چون آرتیست بدی نیست، آرتیست خوبیه و میتونه محبوب بشه، به جایی که اینقدر منفور و منفورتر شو پوز بده که من منفورم. اتفاقا این پوز دادن نیست، باید سعی کنی محبوب باشی و به درد جامعه بخوری. در صورت من خوشحال شدم آقای فردی صدای شما شنیدم. ممنونم خانم قریشی، مرسی که اومدید. از آقای ایران دوست خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. عزیزم سهر جان، امیدوارم که سلامت باشی. الهی که همتون در پناه خدا باشی. من خدافظی میکنم از همتون. مرسی، شبتون بخیر. عزیزم سهر جان، مراقب خودت باش. خدا نگهدار. خدا. ممنون از همتون آقا، مرسی از اون 31,000 نفر. دنیا جان وقت عزیز، موری جان عزیز، مرسی از صبرتون و لطفتون. اگر موضوعی هم باشه حتما خواهیم گفت در شب‌های آینده. مرسی ازت که شفاف سازی کردی واقعا. مرسی از همتون. لایو موضوعات این دعوا و تیکه و اینا رو هم توی یوتیوب پشت پرده ببینید. شاکریم، شبتون بخیر. خدا. شب همگی بخیر. بابا